دوستای عزیز گفتن که درباره رمضان سوالات بسیار زیاد است. از این خاطر ما فرصت میتونم برای دوستای ما که در اونجا تشریف دارن سوالاتی که درباره رمضان داشته باشن او رو تقدیم بکنن. شما بفرمایید. به نام خدا. سلام خدا خدمت شما استاد محترم تقدیم میکنم. و علیکم السلام. به بیننده چینل یک. ما سفر میروم و توانایی روزه هم دارم. آیا روزه ما بخورم یا بگیرم؟ درست است. یعنی اگه شما میخواین سفر برین و در سفرتان یعنی حتما طیاره میرین، بله. بنان مثل سفرهای سابقه واره اتو که سر شتر میرفتن و سر اسب میرفتن، برای از اونها سفر سخت بود. شما سفرتان یعنی سختی ندارن، میتونین که در سفر روزه بگیرین. بله، مسئله سر مسافر که است روزه گرفتن اختیاری هست. اگر شما وقتی که سفر میکنین در حکم مسافر هستین، ولو که براتون سختی هم نباشه، اگر روزه تان بخورین شما خورده میتونین، باز میتونین در آینده چی کنین؟ روزه بگیرین. و اگر خواسته باشین میتونین در جریان سفر هم روزه بگیرین، بر شما هیچ مشکل ان شاء الله نیست. یعنی هم میتونین روزه بگیرین، هم میتونین که روزه نگیرین و از چون بالای شما کلمه مسافر اطلاق میشه. سوال دیگه؟ به نام خدا. اول سلام خدا تقدیم میکنم به حاضرین در تالار و چرا به من سلام تقدیم نکردی به حاضرین در به تالار؟ استاد و حاضرین در تالار. خب تشکر. اگر ما روزه داشته باشیم آفرین. و آب بازی کنیم روزه ما باطل میشه و نه خیر؟ غسل کردن و یا آب بازی کردن به شرطی که در دانتان او نره. یعنی مثلا شما اگر غسل میکنید، یک روزه‌دار یا غسل نفلی میکنه یا غسل فرضی میکنه، به روزه شما غسل کردن کدام ضرر نمیرسونه. و اگر آب بازی هم میکنین در صورتی که بالای خود مطمئن باشین که بعضی کسا آب بازی رو خوب یاد دارن، میتونن سر خود بالا بگیره و ددانش او نمیره، برای او پروا نمیکنه. اما اگر در خوف باشه یا میترسین که اگر غسل آب بازی بکنین ددانتان او میرن، بازو وقت روزه تان مشکلانه کوشش کنین که وقتی که آب باز ماهر نیستین آب بازی در ماه رمضان نکنین. خب سوال دیگه؟ به نام خدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما استاد محترم، حاضرین در تالار و برندگان تلویزیون یک. ببخشید من اینجا سوال داشتم که اگر مثلا شخصی در اولی ماه مبارک رمضان روزه داشته باشد و از روی سهوا چیزی را بخورد و یا بیاموشد، یعنی چه حکمی دارد بعد از خوردن یا نوشیدن بفهمد که روزه داشته؟ تشکر. یعنی دوستای عزیز اگر کسی روزه داره و خواهر ما میگه که من روزه داشتم، لکن اگر یک کسی روزه داشته باشه و فراموش شود که روزه داره چیز میخوره یا مینوشه، حکم از چی است؟ این ان شاء الله بعد از یک وقفه خدمتتان تقدیم میکنیم. دوستان عزیز باز هم سلام و احترامات ما را قبول بکنین. ما در برنامه 1400 سال موضوع برنامه ما سوالای درباره احکام ماه مبارک رمضان. خواهر ما پرسان کردن قبل از وقفه که اگر یک کس روزه داشته باشه و روزه را فراموش میکنه، میره در خانه خود یخچال باز میکنه، یک دانه مرغ است، ران از این مرغ میکنه و میخوره، یک گلاس آب هم میخوره، خوب که شکمکش سیر میشه، یک وقت به یادش میاد که روزه دار است. اینجا این انسان مهمان الله هست، چون فراموش کرده. روزه تان دوام بتین، امروز شما مهمان الله بودین، بالای شما هیچ چیز نیست ان شاء الله تعالی، روزه تان درست است. سوال دیگه؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. استاد محترم، اگر کسی روزه داشته باشه و در حالتی که روزه داشته باشه یک چیز را بخوره و بعد از اون چیز را بخوره بگه که فعلا خال خوردم روزه را و روزه را بخوره دیگه روزه را تا آخر دوام نده، حکم از چیست؟ آیا باید 2 ماه سر روزه بگیره، یک روز دیگه قضایی که نفهمه میشه؟ چی باشه؟ حکمش نفهمه که روزه بگیره و چیز را بخوره و دوام نته روزه را و بخوره بگه حال فعلا من روزه را خوردم دیگه. خب اول مسئله این است که کسی که حکم یک چیز را نمیفهمه هیچ وقت بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه. شما دریوری میکنین و میگین که والا من تکر کردم اینجا قانون را نمیفهمیدم، از این خاطر شما را کس به خاطر بیخبری از قانون شما را معاف نمیکنن. کسی که روزه میگیره باید احکام روزه را بفهمه و سوال بکنه.
اگر یک کسی روزه را سهوا خورد، برای این سهوا از بالای از هیچ چیز نیست، اما بعد از اینکه روزه خود سهوا خورد، آل دیگه بعد از باز به خوراک خود دوام میته، باز اینجا مسئله قصد میشه و بالای از 2 ماه روزه گرفتن 2 ماه کفاره برایش لازم میشه. تشکر. مایک بتین برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خدمت استاد و حاضرین در تالار بینندگان شبکه یک. ما 2 تا سوال داشتم. اول که کسی که مسافر میشه او چند کیلومتر باید طی شود که مسافر گفته شود؟ یک. و کسی که مسافر میشه خو اقدام به سفر مونه از کدام مسیر اقدام به خوردن کنه که روزش قصر میشه؟ اگر وقتی که یک مسافر مثلا شما در دفعه دیگه گفتین که مثلا مسافر مورد تواناییش داره روزه رو بگیره، او خودش میگه که روزه از این مقدار فاصله که طی شد اصول روزش باطله دیگه باید بخوره اوره به خاطر مسافر شده. تو اگر این 3 مورد جواب شما گفتین استاد 2 سوال گفتیم ولی 3 سوال شد دیگه. خیر سوال اول تانی بود که مقدار سفر چقدر است؟ 84 کیلو باید مسافر گفت چی؟ بله 84 کیلو. اگر شما از یک منطقه و منطقه دیگه میرین که فاصله بین خانه شما و این از اون منطقه 84 کیلومتر است، 84 کیلومتر، اونجا شما در حکم مسافر گفته میشین. اگر از او کمتر از باز شما مسافر گفته نمیشین. و دوم سوال تانی که اگر یک نفر سفر میکنه، وقتی که شما سفر شروع کردین بخیر، مجرد که در طیاره بالا میشین شما میرین به طرف هندوستان، وقتی که در طیاره بالا میشین و همون مقداری که شما در طیاره بالا شدین دیگه، اینجا باز بعد از دیگه شما در جمله چی هستین؟ در جمله مسافر گفته میشین. میتونین که بعد از او اگر خواستین روزیتان بخورین و مسافر است بر شما اجازه هست. و دیگه ای که اگر کس مسافر است در سفر میره، روزی ازی خراب نمیشه. یعنی شما مسافر هستین، روزیتان به خاطر سفر خراب نمیشه. یعنی شما اگر تواناییش داشته باشین میتونین که روزیتان دوام بدین. استاد اینجا گفته قصر میشه دیگه روزه؟ نه روزه او نماز قصر میشه. در روزه قصر نیست، قصر در نماز است. مثلا نمازهای وقتی که آدم مسافر میشه نماز 4 رکعتی را 2 رکعت میخونه، او در نماز است. در نماز قصر کردن نماز حتمی هست. شما که مسافر شدین باید 4 رکعت نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت بخورین، او در نماز است. اما در روزه که است باز حتمی نیست. اگر میخواستین روزیتان رو دوام بدین میتونین، اگر روزیتان رو میخوردین شما مسافر هستین میتونین که از امو فرصتی که یا از امو رخصتی که برای مسافر داده شده استفاده بکنید. تشکر از شما. بفرمایید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. با سلام خدمت استاد محترم، حاضرین در مجلس و بینندگان محترم شبکه یک و برنامه پربیننده 1400 سال. سوال از استاد محترمی هست که چرا خداوند نام این ماه را رمضان گذاشت؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. با تشکر. تشکر برادر. نام از این ماه را رمضان گذاشته است به خاطر از اینکه این نام قبل از اینکه رمضان هم بیاید در بین مسلمان ها، در بین مردم مروج بود. این ماه مبارک رمضان از کلمه رمضا گرفته شده و کلمه رمضا به معنای سوختن است. علما میگن که در این ماه چون حرارت و گپا زیاد می باشه، بسیار انسان در حالت سختی قرار می داشته باشه. و بعضی علمای دیگه میگن که رمضان به خاطر از رمضان میگن که در ماه مبارک رمضان توسط اعمال نیک و صالحه گناه های انسان مثل که او در داده باشی یا سوخته باشی، این قسم گناه ها از بین میرن. دوستای عزیز، بیننده های گرانقدر برنامه 1400 سال، ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت است. سوالای دیگه هم درباره ماه مبارک رمضان دوستای ما دارن، اما بعد از یک وقفه در خدمت شما دوستا حاضر میشیم و سوالای دیگه هم برشان جواب میگیم. با ما باشین. دوستان عزیز، علاقمندان گرانقدر برنامه 1400 سال، روزه‌داران محترم، امیدوار هستیم امشب هم روزه خوبی را افطار کرده باشین. روزه که تمام روز عبادت کردین، واقعا گرمی هست، حرارت هست، سختی هست، لکن انسان مسلمان با هر تکلیف تشریف پیدا میکنه. یعنی هر تکلیف برای عزت دادن است. وقتی ما روزه میگیریم پاهای ما بسیار خسته میشه، معده ما بسیار به تکلیف میشه، اعضای بدن ما کلش
خسته میشن، تشنه میشیم و گرسنه میشیم، لکن به اساس امر الله را تطبیق میکنیم. امیدوار هستیم خالق متعال روزه ما را قبول بکنه و این تکالیفی که ما میکشیم سبب شود که صاحب عزت و شرف در روز قیامت شویم. دوستای عزیز، باز هم موضوع روزه و سوالات ماه مبارک رمضان و آنچه مربوط میشه به روزه. کدام دوست ما سوال داشتن؟ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم استاد محترم، مثلا روزه است، وقت افطار است، یک 5 دقیقه پیش از افطار اطفال در بین خودش خندی میکنن و یکی از اطفال به صدای بلند همی تمثیل آذان میکنه و مردم امو خانه هایی که دور بر از او فکر میکنن که می آذان است و روزه را افطار میکنن. آیا این روزه از یا که افطار کردن روزه از یا میشه یا خیر؟ دوستان عزیز، 3 کلمه را شما باید یاد بگیرین. خب یکی سهو است، یکی قصد است و یکی خطا هست. در حدیث شریف میگن که رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکره علیه. یکی این است که انسان سهو میکنه. سهو چه قسم است؟ مثل که پیشتر رو خواهر ما سوال کردن که فکر یک نفر نمی باشه، میره غذا میخوره یا نوشیدنی، روزه را فراموش کرده. ببین اینجا روزه را فراموش کرده، غذا میخوره، بالای از هیچ چیز نیست. اما یک کس دیگه هست که روزه به یادش هست. شما به یادتان است که روزه هست، منتظر افطاری هستین، لکن در این وقت شما خطا میکنین، اشتباه میکنین. اشتباهتان چی است؟ که طفل آذان میده و شما چی میکنین؟ روزهتان افطار میکنین. بنابراین بالای کسی که خطا میکنه، در خطا اونمون روز باید شما قضایی بیارین. همون روز باید چی کنین؟ همون روز قضایی بیارین. یک روز بالایتان روزه میشه. سوال دیگه بفرمایید برادر. الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت حاضرین در تالار و بیننده های تلویزیون یک. استاد، همه فلسفه عید سعید فطر بعد از ماه رمضان در چیست؟ آیا به خاطر از این است که ما یک ماه رو روزه میگیریم، باز 2 یا 3 4 روز کوفته میزی گوشنگیری بگیریم یا خیر؟ اصلا عید به خاطر از این هست که انسان مسلمان چون در طول یک ماه این روزه گرفته، عبادت کرده، آل از طرف خالق متعال بر از یک فرصت است که این خوشی بکنه. و طبعا خوشی که در عید میشه خوشی مباح است، چیزی که از جانب الله اجازه داده شده. خوردن به اندازه، نوشیدن به اندازه، با دوستای خود ملاقات کردن به اندازه. به این شکل یک روز عید است. هر کس روز عید داره. دشمن ها مثلا غیر مسلمان ها هم روزا دارن، عید کریسمس دارن، عیدهای دیگه دارن، لکن بر ما و شما الله سبحانه و تعالی 2 عید تعیین کرده که یکی عید رمضان است و دیگه عید قربان است که در این روز ما با دوستای خود میشینیم، نماز میخوانیم، آغاز روز با عبادت شروع میکنیم. پس این روز به این معنی نیست که انسان وقتی که در روز عید شد دیگه آنقدر بخوره که بالاخره به مرض مبتلا شه، بلکه روز عید روز خوشی است که در حقیقت خالق متعال بر انسان چی میته؟ یک جایزه میته و این یک فرصت است که ما و شما خوشی بکنیم و به خاطر از اینکه عبادت خالق کردیم از عبادت خود خوشی بکنیم، نه با پرخوراکی، بلکه در روز عید هم باید با فقرا و مساکین همکاری بکنیم، دشمنی های خود دور پرتیم، با دیگه مسلمانایی که خفه هستیم با امرای از اونا آشتی بکنیم، به خانه دوستا و اقارب بریم و به امرای از اونا چی کنیم؟ به امرای از اونا آشتی بکنیم. بفرمایید. به نام خدا. استاد محترم سلام خدمت شما تقدیم میکنم. یک سوال از داخل است، یک سوال دارم. بگوین. بله بله. خب یک خواهر ما سوال کردن، گفتن که من یک کتاب خواندم که خانم ها در روز عید خینه میکنن و خینه کردن در اسلام حرام است. اصلا خینه کردن در اسلام برای خانم ها هیچ حرام نیست. خانم ها میتونن که دستای خود خینه بکنن و هیچ مشکل ندارن. منتها برای خانم ها چیزی که حرام است در روز عید یا غیر عید که اورم و آرایش و فیشن خود برای مردها نشان بده. اگر خانم ها مثلا دستای خود خینه میکنن و یا آرایش میکنن در داخل خانه خود، بر از اونها هیچ پروا ندارن و در بین خانم ها و در بین محارمشان. اما بیرون از منزل اگر آرایش میکنن و فیشن میکنن، بر از اونها باز در گناه محاسبه میشه. اما خینه
برای زنها یک چیز مباح است. هر عالمی که گفته که خینه برای زنها ناروا هست او اشتباه شخصی خودش بوده، اجتهادش بوده و مجتهد گاهی مصیب می باشه و گاهی مخطی می باشه، گاهی اشتباه میکنه. در اشتباهشان هم انشاءالله برشان اجر است، بر از اونا الله اجر اجتهادشان بده، لکن در اجتهادشان درست نیستن، چون خینه برای خانم ها تمام علمای اسلام میگن که جایز است و پروا نداره. سوال دیگه؟ خواهر ما سوال داره؟ ببخشم سوال من اینجا بود که در ماه رمضان خانم‌ها مثلا از مواد آرایشی که استفاده میکنن آیا این برای روزیشان کدام نقصی دارن یا خیر؟ مواد چی استفاده میکنن؟ آرایشی. مواد آرایشی برای شوهر خود یا برای مردم بیرونی؟ نه در ماه رمضان از مواد آرایشی استفاده میکنن. در ماه مبارک رمضان اگر کسی از مثلا چربی ها هست، اگر کس مثلا کریم استفاده میکنه، کریم بالای روزه کدام تاثیر نداره اگر کس کریم استفاده میکنه، و مثلا بعضی از وسایل آرایشی که در بین خانه خود استفاده میکنه او کدام تاثیر خاصی نداره. تنها روزه را چیزایی که مثلا اگر در گوشت کدام قطره چکانی گپا انداخته میشه، دواها و اونطرا یا که مجرای داشته باشه. اما اگر کسی اگر کریم میکنه روی خود یا دستای خود یا چیز آرایش استفاده میکنه، بنابراین در صورتی که برای محارم خودشان در داخل منزلشان باشه این کدام پروایی نداره. برادر ما سوال داره؟ سلام تقدیم میکنم خدمت بینندگان برنامه 1400 سال و استاد محترم و حاضرین در تالار. سوال من بود که چرا نماز قصر میشه روزه قصر نمیشه؟ فرق بین از چیست؟ در مسئله احکام الله که وقتی خالق متعال بر ما یک حکم را میده که چرا اینی حکم میشه، چرا نماز صبح 2 رکعت فرض است و نماز پیشین 4 رکعت فرض است. خالق متعال به اساس حکمت های خود، چون در مسئله نماز که است والله اعلم بر نظر من که من فکر میکنم حکمت هایش زیاد است، لکن بر نظر من این است که در نماز به خاطر از این قصر است که در نماز وقتی آدم در سفر می باشد دیگر دوستا هم می باشن. اگر این نماز خود بسیار طویل می خوانه شاید حداقل سبب چی شود؟ رنجش بر دیگر شود. از این خاطر بر از اینا سهولت داده شده و گفته که حتما قصر بکنین تا که شاید یک مریض باشه یا یک کس دیگه باشه که اونا در امو سفر به همراه شما هست توانایی توقف زیاده نداشته باشه. اما در قسمت رمضان که چون رمضان روزه به خود انسان ارتباط میگیره و انسان خودش روزه دار است، میتونه که ولو مسافر هم باشه روزه خود دوام بده. دوستان عزیزی بود برنامه امشب 1400 سال. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما دوستا قرار میگیریم، شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.